من دیگه واقعا نمیکشم. من دیگه واقعا این زندگی رو نیستم. امروز از ساعت 11 بیدار شدم و بدترین حالت ممکنه روزمو دارم شروع میکنم. چون ساعت 3. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه واقعا دیگه من نمیکشم. جدی چرا این 21 روز تمام نمیشه؟ واقعا من نمیدونم. نزدیک 1 سال همش ما 4 روز داریم تا اینکه تمام بشه. الان شده 2 روز 3 روز نمیدونم. خیلی حالم بده، گشنمه. از ساعت 11 بیدار شدم، هیچی غذا نخوردم و اینکه شاید بپرسید که مثلا چرا من اینقدر از دهنت فیلم میگه؟ چرا؟ چون موام داغونه، جوش زدم. نگاه کن این چیه؟ خون اومده، حالم بده. خب امروز میخوام حالمو چینج بکنم، چینج مای لایف. امروز برنامه چیه؟ برنامه اینه که به بهترین شکل از خودم پذیرایی کنم. امروز برنامه اینه که برم اول دوش بگیرم، به خودم برسم، فرش بشم و برم بهترین پیتزایی که یه آدم میتونه برای خودش درست کنه رو درست کنم. خب های آقا، رفتم دوش گرفتم، موهای صاف خوشگل. رسی نرگیل نگاه کنید. سلام نرگیل. نرگیل زنده ای؟ داداش سلام. پیشی سلام. کجا؟ خب سلام، رسیدیم به نونوایی که بازه و من درشو بس. وای چرا درشو بسته؟ مثل اینکه داشتن باز میکردن. تازه خمیر گرفتم، دیگه گشنه نمیمونم. بریم موادشو بخریم. میخوام سوسیس بگیرم، فلفل دلمه دارم، قارچم دارم و چی میخوام بگیریم؟ آره یه ژامبون و اینجور چیزا میخوام بگیرم. بریم. وای پر آرد شدم. خیلی خوش اومدید به یه قسمت از دیگه از برنامه رقابت به گل. اول اینجوری آرد میریزیم اینجا که دستامون نچسبه به خمیرا و خب دستامون آردی میکنیم که نچسبه. بعد کاری که میکنیم، بابا چقدر خمیر رو دستم جمع شد. اون تلفن خراب شد، اومده تو بشقاب. خب اینو کاملا ورزش دادیم و یه نواخت شده. حالا چی میخوایم؟ چیزی که نیاز داریم به مایتاب است. چیکار باید بکنیم؟ کاری که باید انجام بدیم اینه که یه مقدار کمی روغن بریزیم کف مایتاب. همین بس. اینو اینجوری چربش میکنیم مایتاب رو که نچسبه این داستانمون بهش. چپرس. آقا حالا اونه که درست کردیم این از چونه ما میندازیم کفش، شروع کنیم پهن کردنش. ببینید چه خوشگل پهنش کردم، قشنگ اینجوری گرد. حالا نوبت چیه؟ یکم هم این لباشو گوشه‌هاشو میدم بالا برای اینکه مواد از اون بغلش نریزه. قشنگ لباشو میدم بالا اینجوری. یه مقداری هم حالا میذاریم چربش میکنیم. اینجوری میزنیم. حالا برسیم به قسمت جالب داستان. اول تخته گوشت رو برداشته اینو بازش میکنیم. واو ای خیسه. چرا خیسه؟ چون شستنش احتمالا. اینم همینجوری پلاستیک. خب با همین دستای تمیز یه برش اینجا میزنیم. میخوام اینجور برشا بدم این گوشت 70% و بچه یه تریک رسی اینجا رو نکنید. این از اینا. خب حالا میرسیم به مرحله این سوسیسان. حالا برای اینکه خیلی خفن بشه اینا، سس مخصوصمون رو میریزیم روش که امضای کار ما اینه. امضای کارمون رو میزنیم بهش روی. بعدش هم با همین دیگه با این پخشش میکنیم امضای کارو. به اینجا سوسیساشون از گوشت. بچه واقعا این 30 روز ته کشیدم و بیمزم، لطفا به بزرگی خودتون ببخشید. میایم تو قسمت قارچ. متاسفانه خبر بدی که دارم براتون، باید اینا رو بشوریم و من اصلا حوصله ندارم. قارچ که دیگه نمیشورن، قارچ چیز میکنن و دیگه چیز دیگه. قارچ بشوریم. الان شستن من چه تأثیری داره. حالا قارچ رو برمی‌داریم، بدین صورت دومشو میزنیم.
دوباره ولی خدایی عجب قار چیز کردم ما. اینو میندازیم وسط چون گنده است. اینو می‌ذاریم پیشیا دارن دعوا میکنن. خب اینو همینجا دور اطراف میذاریم. حالا این چیزای ریش شده رو رنده شده رو یکم میریزم روش و یه مقداری مخلوط از اونا، چون گشنمه سریعتر انجام میدیم. واقعا دیگه من توی این کشور اعصابی برام نمونده. اینم از اینو امیدوارم فقط چیز خوبی در بیاد و اینا رو همینجوری تاپینگ روش هم میزنیم. خب آقا اینجا رو ببینید. Look at this. وای خداحافظ گشنگی. وای آقا این خیلی خوبه. وایسا جدی خیلی خوب شده. نونشو میبینید چقدر ترد و خوبه. پشمام. این واقعا بچه‌ها این واقعا خوب شده الان حس میکنم. ولی کاری که باید انجام بدین برای ایشون، برای اینکه روش پنیر پیتزاش یکم طلایی طوری و خوش‌طوری و باحال بشه، باید بذاریمش توی مایکروویو. و میره توی مایکروویو که یکم روش طلایی بشه و تردشو بریم تستش کنیم. بس زیرشو ببینیم. بچه‌ها زیرش یه لحظه نشون میدم دستم بعدش میسوزه. خوبه. ببین رنگو ببین، روحو بچه‌ها عین پیتزای بیرونی شده. مطمئنم، واقعا مطمئنم عین طعم بیرونی‌ها شده. حالا اول قبل از اینکه این پیتزای خدا رو تستش بکنیم، نیازه که یه نوشیدنی ماما میا ماما سیتا کاستا کورتا بزنم. تستش کنم. خوبه. وای نونش چقدر نرمه. این اولین پیتزاییه که من با خمیر بیرونی درست کردم. کارو بگیر، زیرشو ببین چقدر نرم و خوبه. خدا خوب باشی من بردم. عاشق آشپزی شدم جدیدن جدی. ببین به شدت از نون آماده پیتزایی که تو سوپر میگیرید خیلی خفن تره، ولی انگار مواد واقعا ریختید رو نون بربری. ولی واقعا خوشمزه شده. خب نونش خیلی نرم و خوبه. ببین چه نون خوبی شده. نونش خیلی نرم و اوکیه. خب ولی پیتزای واقعا اینجوری نیست. واقعا با عنوان یه پیتزای خونگی که توی مایتابه هم میتونید درست کنید کامل و خیلی خفنه، واقعا 8 از 10. جدی من واقعا بعد غذام، ولی این خیلی خوشمزه شده. خیلی دوستتون دارم. گوش برم بخورم. خداحافظ.